توجیک رضای بهرامزاد در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که روز 8 نوامبر سال 2022 اهل سیوره شاهد گرفت مو میشوند. با نوشتهش پژوهشگر تاجیک این حالت است که زمین در بین آفتاب و ماه قرار میگیرد و سایه زمین بر سطح ماه افتاده رنگ آن را سرخچتاب میگرداند. رضای بهرامزاد نوشت در دوشنبه گرفت پوره ساعت 17:14 به عمل میآید. در تاجیکستان ساعت 17:27 حالت از همه زیاد زیر سایه قرار گرفتن ماه را مشاهده کردن ممکن است که در این حال 33.8% سطح ماه را سایه میپوشد. این حادثه تا ساعت 18:56 دوام میکند و به نوشت رضای بهرامزاد اگر هوا خوب شود این حادثه را میتوان به خوبی در تاجیکستان هم مشاهده کرد. گرفت ماه میتواند در یک سال از 2 تا 4 مرتبه به عمل آید. در سال 2022 این حادثه دوم گرفت است. گرفت نوبتی ماه 5 ماه سال 2023 به عمل خواهد آمد. اگر وضع هوا خوب باشد و ماه نمایان گردد تاجیکستانیان این حادثه را با چشم عادی مشاهده کرده می توانند. این حادثه به انسان‌ها تماما ضرر ندارد و یک روند طبیعی می باشد، نوشته است رضای بهرامزاد. یادآور می شویم روز 25 نوامبر سال 2022 یکی از حادثه‌های دیگر جالب استرونومی گرفت آفتاب به عمل آمده بود.